در شبکه‌های اجتماعی نوار کوتاه نشر شد که در آن لحظه در حوشۀ نشست سران ایکو در توشکند دستی هم دیگر و فشردن رهبران تاجیکستان و ایران امامعلی رحمان و ابراهیم رئیسی و زبان خودش را زبان فارسی نامیدن امامعلی رحمان ثبت شده است. امامعلی رحمان با ابراهیم رئیسی با اصول برادر سلام رایج در منطقه کولاو و دیگر مناطق جنوب تاجیکستان سلام علیک میکنند و وقتی یک خبرنگار از هیئت ایران از زبان او ستایش میکند که فارسی شما خیلی زیباست، امامعلی رحمان میگوید من دائم از منبر سازمان ملل به زبان تاجیکی حرف میزنم، زبان من فارسی است. سخنرانی و زبان فارسی شما خیلی زیباست. من دائما از سازمان ملل سخنرانی من زبان تاجیکی زبان فارسی است. الحمدلله. این حرفهای پرزیدنت تاجیکستان میتواند به آنهایی که اصرار می‌ورزند زبان تاجیکی باید فارسی نام گرفته شود خوش بیاید و بحث‌های چندین ساله بین آنهایی که پایفشاری داشتند که شاخه تاجیکی در طول چندین عصر اخیر مستقلانه رشد و نمو کرده و گویا حتی به یک زبان مستقل و جدا از فارسی تبدیل یافته است نقطه گذارد. اما این برادر سلام کولابی با رئیسی که قبل از نشست ایکو در توشکند به دوشنبه هم سفر رسمی انجام داد تنها بیانگر واقعیت‌های نو و نشانه دیگری از آبشوی یخو در روابط تاجیکستان و ایران بعد چندین سالهای تنش‌ها است که ناظران امور به جنگ سرد شباهت می‌دادند. این تنش‌ها بعد سال 2015 در زمینه دو حادثه به وجود آمد که در روابط دوشنبه با تهران تاثیر عمیق متاسفانه منفی گذاشت. یکی از این حادثه‌ها در ایران بازداشت شدن و با جرم فساد برای دزدی میلیاردها دلار و یورو از فروش نفت ایران به دست آمده و به قتل محکوم شدن بابک زنجانی بود. در ایران بر این بودند که دست کم نزد 3 میلیارد یوروی دزدیده شده رو زنجانی توسط بانک‌های تاجیکستان دزدیده است و یا در همین کشور نگاه می‌دارد. حادثه دیگر در پایان سال 2015 همگی 3 ماه بعد از سوی دادگاه عالی تاجیکستان سازمان افراطی و تروریستی شناخته شدن حزب اپوزیسیونی نهضت اسلامی تاجیکستان و به یک انجمن بین المللی در تهران دعوت شدن رئیس فروری این حزب محیدین کبیری و به بالای این در حاشیه آن انجمن در تهران با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خمینی دستفشاری کردن کبیری بود که به دوشنبه خیلی بد رسید. این دو حادثه به یک تنش جدی در روابط دو کشور آغاز گذاشت و به درجه رسانید که ناظران امور وضع روابط دوشنبه و تهران را به جنگ سرد شباهت می‌دادند. اختلاف دو کشور همزمان بعد رسید که تاجیکستان همچون کشور مؤسس چندین سال مانع به سازمان همکاری‌های شانگهای پذیرفتن ایران شد و آن هم در حالی بود که دو مؤسس اساسی این سازمان روسیه و چین خیلی می‌خواستند که ایران زودتر پذیرفته شود و برای این به بالای دوشنبه فشار می‌آوردند. امسال دوشنبه بالاخره به عضویت ایران در سازمان شانگهای روزگی داد و اینک پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی را در دوشنبه خوش پذیرفتند. رئیسی و رحمان حتی یادداشت تفاهمی را درباره لغو نظام ویزا بین دو کشور به امضا رسانیدند. در عکس‌های نشر شده از جریان امضای سندها دیده میشد که جانب تاجیکستان احترام جانب میهمانان را تا حد اکثر به جا می آورد و حتی زنان منصبدار تاجیک در مراسم امضای قراردادها به سر حجاب گرفته حاضر شده بودند، چیزی که در شرایط سیاسی ضد حجابی که مقامات تاجیکستان پیش میبرند تقریبا غیر ممکن به نظر می آمد. ناظران امور بر اینند که این آبشوی یخو و آغاز فصل نو در روابط دوشنبه و تهران می تواند چند معنا داشته باشد. باور می رود که مقامات تاجیکستان و ایران بالاخره بر سر مسئله پولهای دزدیده شده بابک زنجانی به سازش رسیدند. تا کجا واقعیت داشتن این فرضیه هنوز تحقیق می خواهد، ولی کارشناسان می گویند چون این سازش می تواند در زمینه وعده برگردانیدن یک قسمی آن پولها یا عموما از دعوای این پول دست کشیدن جانب ایران به دست آمده باشد. همین طور برای قربانی دیگر در این سازش می تواند حزب نهضت باشد. قرار معلوم وقت دوشنبه پذیرفتن عضویت ایران به سازمان شانگهای مخالفت میکرد، یک دلیل اساسیش همین بود که ایران اپوزیسیون اسلامی تاجیک را مبلغ گذاری میکند. منابع نزدیک برابران حزب نهضت اسلامی میگویند که زیاد شدن گله‌گذاری‌های رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی از ایران که در این اواخر از جمله در نامه رئیسی قبل از سفرش به تاجیکستان به مشاهده می رسید، بیانگر در مسئله حمایت و
پشتیبانیش از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تجدید نظر کردن تهران میتواند باشد. منابع نزدیک به رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند به این هم ایران چند سال باز تقریبا همه کانال‌های ارتباطیش با این حزب را بریده، آن پشتیبانی اندک سیاسی را هم که سالهای قبلی نمایش میداد بر وقت قطع کرده بود. اما چنین به نظر میرسد که تهران حفظ منفعت‌هاش در تاجیکستان درجه اساسیش برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی را به ادامه پشتیبانی از حزبی که از صحنه سیاسی تاجیکستان رانده شده است برتری داده است و این به باوری کارشناسان محور واقعیت نوی است که دورنمای روابط دوشنبه و تهران بر پایه آن تعمیر خواهد شد.